قرائت شاهاثر علامه باباجان غفورов توجیکون، تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو، گفتار 73. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. خلق تاجیک در عصر 11 ابتدای عصر 13، دولت غزنویان، قره‌خانیان، غوریان و خوارزمشاهیان. سیستم مدافعوی قلعه هولبوک محفوظ نمانده است. معلوم که هم قلعه بالا و هم قصر هولبوک در یک وقت دو وظیفه را ادا می کردند. هم قصر و هم قلعه بودند که این مساحت و نمود آنها را معین کرده است. دیگر سه قصری که ما در بالا نام بردیم از این قصرها فرق دارند. آنها آزادانه در میدانی وسیع جای گرفته یگان وظیفه مدافعوی را ادا نمی کردند. قصری بیرونی شهری در نزدیکی غزنه واقع گردیده که قرارگاه مسعود سی غزنوی 1099-1115 بوده، ساختمان آن بر طبق یکی از کتیبه ها سال 1112 انجام یافته است، خیلی باشکوه و عالی است. میدان قصر به شکل زوزنه بوده، با دیوار احاطه شده است. در میان جای میدان قصر حولی کلان واقع گردیده است که درازیش 50.6 متر و برش 31.9 متر می باشد. قسم مرکزی آن را به مساحت 40.4 بر 23.5 متر مرمر فرش نموده، در گرد آن نیز از تخت سنگ های مرمری راهروی وسیع ساختند. در 4 طرف حولی 4 ایوان ساخته شده است. یکی از این ایوان ها درازرویه بودند، همچون دهلیزی در آمدگاه خدمت می کرد و ایوانی روبروی آن به تالاری سلطنتی می برد. در این ایوان ها 32 طاق ورود موجود است که به اتاق منزل های گوناگون قصر راه می گشاید. نقش و نگارهای طرف بیرونی این طاقها بسیار زیباست. قسمی پایینتری آنها مرمرکاری شده، با نقشهای حکاکی هندسی و نباتی و کتیبه های کوفی آرایش یافته است. حسن خط نوشتجات خیلی جلی و نفیس بوده، مضموناً قصیده های تاجیکی و فارسی اند که در مدح حاکمان غزنوی گفته شدند. این یکی از قدیمترین آثار کتیبه فارسی به شمار می رود. قسمی بالای دیوار و گنبد طاقها با گلگل و سفالهای کندکاری شده زرد و سرخ و کبودرنگ زینت یافته است. قصری بیرونی شهری دیگر در شهرستان قدیمه ترمیز کشف گردید. اینجا در مابین حولی روبروی ایوانی که وظیفه درآمدگاه تالار قبول را ادا می کرد حوض وجود داشت. تالار قبول از بنای کلانی راست کنجه عبارت بود که 2 قطار ستونهای قفس راست کنجه آن را به 3 قسمت جدا می نمود. دیوار و ستونها با خشتهای پخته نقشین و کندکاری شده چنان روکش گردیده بودند که در پیش نظر نقش و نگاری برجسته و خیلی زیبا را نمایان می کردند. در عصر 12 تمام این آرایشات خشتی با گلگچ پوشیده شد. نقش و نگاری روی گچ به لوحه های وسیع راست کنجه تقسیم گردیده، هر یک لوحه با شکل‌های گوناگون هندسی و نباتی، تصویرهای اساطیری حیوانات و کتیبه‌ها،
زیب و زینت پیدا می نمود. ما در خصوص طرح مجموعی مرکب آثار معماری لشکری بازار توقف نکرده، فقط فراوانی و گوناگونی آرایشات آن را خاطر نشان می سازیم. در اینجا خصوصاً نمونه های هنری نقاشی و صورتگری جالب دقت است. در دیواری تالار قبول قریب 50 صورتی سربازان مسلح از گواردیای پادشاهان غزنوی باقی مانده است. صورت و نقش و نگارهای دیواری در تالار دیگر هم که ظاهراً بزمگاه بوده است محفوظ مانده‌اند. در لوحه های اینجا درباریانی با سولت تصویر یافتند و در یکی از ستونها سری خمیده جوان کشیده شده است. نقش ها همه سطحی اند. بر طبق معلومات سرچشمه ها در عهد غزنویان این سبک هنری نقاشی عموماً خیلی انتشار یافته بوده است. یکی از بهترین آثار معماری عصر 11 رباط ملیک می باشد. درون حولی را منزل‌های کمبری یک خیله احاطه کردند. دیواری اطراف آن از کلوخ ولی رویکش آن اینچنین سردری و بالای مناره‌های کنجی از خشت پخته ساخته شده است. دیواری درآمدگاه اساسی به تقلید قلعه اندک نشیب بوده، با نقش‌های رخدار که نیم ستون‌های فروناک را پیش نظر می آورند آرایش یافته است. در آرایش سردری هر گونه نقش‌های برجسته از خشت، گل، سفال‌های کندکاری شده و کتیبه‌ها از قصر غزنه قدیمتری فارسی استفاده شده است. در رباط ملیک عنعنه و پدیده‌های نوین چنان متناسباً به هم آمیخته است که مخلوط عنصرهای گوناگون بودن نقش‌های دیوار و آرایشات سردری هیچ احساس نمی‌گردد. آثار دینی و پرستشی از قبیل مسجد، مناره، خصوصاً مقبره‌ها نسبتاً بیشتر باقی مانده‌اند. مسجد دیگران دهه هزاره نزدیکی بخارا بینایی مکعب شکلی است با گنبد مابینی که به 4 پایه مدور استوار است و درهای پهلویی وی قبچه ها دارد. مسجد ترمیز اولها به نمود ایوان کشادی 3 گنبزه بود. بعدتر مقداری ستونها و گنبزهای بالای آنها زیادتر کرده شده آن به بینای پوشیده مبدل گردید. مسجد مغاکی عطاری بخارا عصر 12 6 ستون پایه، 12 قبه و طاق ورود دارد. گنبد مرکزی مسجد لشکری بازار روی 4 ستون قرار گرفته، پهلودرهای آن با یک چند قبچه ها پوشیده شده است. مناره های آن زمان از جهت شکل و تناسب خیلی گوناگونند. مناره بخارا مدور شکل، بزرگ و محتشم است. مناره وابکندی نزدیکی بخارا تناسب تماما دیگری بسیار موزون و منظمی دارد. سری مناره جرقرغان واقع در ولایت سرخاندریای ازبکستان با رختهای چین زینت یافته است. مناره مسعودی 3 در نزدیکی غزنه به شکل ستاره ساخته شده است. مناره جام در اساس خود 8 رویه است و 3 قسمت مدوری آن طرف باریک شده تا بالا می رسد. مقبره های آن وقته اشخاص دینی و عامی یا تماما از خشت پخته و یا از آمیخته خشت های پخته و خام بنا یافتند. مقبره ها گنبزناک بوده، در داشتند و گاه ها بیدر هم می شدند. یکی به دیگری مانند نبود. هر کدام شکل و نمودی مخصوص خود را داشت. همان یک مرام و مقصد در هر یکی به طور خود تجسم می یافت. مقبره های سلطان سنجر در مرو
و ابو سعید در میخانه ترکمنستان، مقبره قرخانیان در اوزگند قرقیزستان، مقبره های دیهاتی سیاد و خواجه نقشران در نزدیکی شهر ترسونزاده، ساختمان های معماری چارکوه تاجیکستان و غیره، صحیفه های مخصوص و درخشانی تاریخی صنعت معماری آسیای میانه است که معماران و بناکاران عصرهای 11-12 مزین نمودند. در این دوره هنر عملی هم به پایه بلندی ترقی و تکامل خود می رسد. نمونه های حکاکی روی گچ، چوب و مرمر، اینچنین سفال های کندکاری شده خیلی عالی و با شکوهند. استاهای گلدست در ساختن نقش های هندسی و نباتی و تصویر اساطیری حیوانات هنرنمایی حیرت انگیزی کردند. خصوصاً کتیبه های گلخط کوفی و نسخ دقت هر بیننده را به خود می کشد. نقشونگاری خیلی جالب و دلچسب، گاها با عادی ترین واسطه ها به هر شکل چیدن خیشت ها و در نقش ها استفاده نمودن خشت ریزه های تراشیده و سفته به وجود آورده می شد. در سبک و طریق آرایشات ساختمان های با شکوهی این زمان، عنعنه دوره های گذشته دوام و انکشاف یافته، در عین وقت نوآوری استاهای بناکار نیز به نظر می رسد. آمیزش عنعنه و نوپردازی در زیب و زینت و آرایش یادگاری های معماری عصرهای 11-12 و ابتدای عصر 13 جهت‌هایی به خود خاص و تکرار نشونده بخشیده است. خلق تاجیک در عصر 11 ابتدای عصر 13، دولت غزنویان، قرخانیان، غوریان و خوارزمشاهیان. علم و ادب تاجیک در عصر 11 اولی عصر 13. تغییرات سیاسی آخرهای عصر 10، یعنی از بین رفتن دولت سامانی، به ماوراء النهر صاحب شدن قرخانی ها و به دست غزنویان گذشتن خراسان، به حیات فنی و ادبی خلق تاجیک تأثیر نکرده نتوانست. ترقیات علم و مدنیت خلقهای آسیای میانه، پیشرفت زبان دری و ادبیات تاجیک در نتیجه جنگ‌های پی در پی و زد و خوردهای داخلی تا یک درجه باز داشته شد. با وجود آمدن دولت بزرگ محمود غزنوی و به یک مرکز متحد گردیدن تمام خاک خراسان، چغانیان، ختلان، تخارستان، قسم اساسی ایران و شمال هندوستان، برای رونق علم و فن و ادبیات از نو بعضی شرایط و امکانیت ها فراهم آورد. در این دوره مناسبت آسیای میانه، مخصوصاً خراسان و تخارستان با بغداد تقویت یافته، نفوذ بغداد در دولت غزنوی در ماوراء النهر و خراسان خیلی افزود. این مناسبت در نوبت خود باعث آن شد که در ایام غزنویان زبان عربی نهایت درجه پهن گردید. اگر در اولها کارهای دیوان، اداره راجع به مکاتبه های دولتی با زبان دری انجام می یافته باشد، اکنون کاملا به زبان عربی گذشت. در دیوان بیشتر آدمان عربی دان به کار کشیده شدند. از دوره غزنویان سر کرده کلمه و عباره های عربی بیش از پیش به زبان تاجیکی داخل شدن گرفتند. در آن زمان ادبیات تاجیک اساساً در پایتخت دولت غزنوی مرکزیت پیدا نمود. چه نوعی که سرچشمه های ادبی قید کرده اند، به دربار سلطان محمود چندین دهها شاعران گرد آمده بودند. سلطان محمود محض برای شهرت یافتن
و مورد مدح و ستایش قرار دادن کارنمایی های خود حامی ادبیات گردید. از همین سبب هم ژانر قصیده مدحیه در این دوره خیلی رواج گرفت. یکی از شاعران بزرگ قصیده سرا که در دربار سلطان محمود به عنوان ملیک الشعرا مشرف گردیده بود، ابوالقاسم حسن ابن احمد عنصری بلخی می باشد که در سالهای 60 عصر ده تولد یافته سال 1039 وفات نموده است. او پس از تحصیل علم و هنر به واسطه برادری سلطان محمود امیر ناصر به دربار دولت غزنوی راه یافت. عنصری در اکثریت لشکرکشی های سلطان محمود اشتراک نموده قسمی اساسی قصیده های خود را به وصف غلبه های سلطان بخشیده است. معاصرانش او را چون استادی زبردستی سخن بسیار تعریف و تحسین کردند. به قلم او چند مثنوی عاشقانه که پارچه های پراکنده آنها تا زمان ما رسیدند، از جمله مثنوی وامق و عذرا تعلق دارند. عنصری سبک بیانی مرکب و پر استعاره قصیده مدحیه را به ادبیات فارس و تاجیک تطبیق نمود. ابوالحسن علی فروخی وفاتش سال 1038 و ابو نجم احمد منوچهری وفاتش سال 1041 نیز از نمایانترین شاعران دربار غزنوی بودند. عموماً موضوعهای مدیحوی و عیشی به نظم دایره غزنه خاص است. شاعران این دوره ژانرهای ادبی عهد سامانیان را انکشاف می‌دادند. آنها مخزنی واسطه‌های تصویری بدیعی ادبیات فارس و تاجیک را غنی‌تر گردانیده، سبک و صنعت‌های نوی شعری را نیز به میان گذاشتند. نشأ و نمای علم و فن عصر ده که در شرایط استقلالیت دولتی به عمل می آمد، در عصر 11 نیز دوام نمود. نماینده برجسته علم و دانشمند بزرگ این دوره ابو علی ابن سینا بود که توصیف او در فصل گذشته آورده شد. دیگر از عالمان معروف این دوره ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی 973 1051 می باشد. بیرونی در یکی از دیهات اطراف شهر خوارزم تولد یافته است. از روی نقل و روایت ها او تمام عمر خود را برای از خود کردن دانش صرف نموده، غیر از جشنهای نوروز، عید سال نو 21 مارت و میهرگان، عید حاصل غنداری 21 سپتامبر، دیگر همه وقت مشغول کارهای علمی بوده است. بیرونی به سیاحت شوق زیادی داشت و اساساً با مقصدهای علمی مسافرت می نمود. یکی از محل‌هایی که او تا یک اندازه بیشتر استقامت کرده است، جورجان، گرگان نام ولایت کنار بحر خزر می باشد. در وقتی به جورجان آمدن او قابوس ابن وشمگیر 976 1012 حکمرانی آنجا بود. قابوس یکی از آدمان فاضل، دانشمند ادبیات و حامی علم حساب می شد. خودی او نیز یک چند اثر تالیف نموده است. بیرونی در سالهای 999 هزارم الآثار البقیه عن القرون الحالیه نام اثری خود را به پایان رساند. او در این اثر تقویم و سنه ها، اینچنین جشنهای سغدیان، خوارزمیان قدیم، فارسها، یونانیان، یهودیان، عیسویان و مسلمانان را تصویر نموده است. این اثر مهمترین سرچشمه تاریخ خلقهای آسیای میانه و تمام شرق می باشد. بیرونی در سال 1010 از سیاحت برگشته به خوارزم آمد.
در اینجا او با بسیار آریمانی که در نتیجه تبدلات سیاسی آخرهای عصر 10 از بخارا و سایر شهرهای ماوراء النهر و خراسان گریخته به خوارزم جمع شده بودند ملاقات کرد. سرچشمه ها خاطر نشان می کنند که خوارزمشاه مأمون ثانی اهل علم و فن از جمله بیرونی را به تحت حمایه خود گرفت، ولی در سال 1017 سلطان محمود غزنوی پس از ضبط کردن خوارزم بیرونی را همراه خود به غزنین برد. به این طریقه فعالیت من بعده علمی بیرونی در غزنین دوام کرد. بیرونی در لشکرکشی های سلطان محمود اشتراک نمود و هنگامی در هندوستان بودنش زبان سانسکریتی، عرف و عادت و خلق و اطوار خلقهای این مملکت را آموخته، پس از بازگشتن از مسافرت تحریر مال الهند من مقل مقبول فی العقله مرزولنم اثری نوشت که یکی از مهمترین سرچشمه های دایر به تاریخ هندوستان به شمار می رود. بیرونی دایر به مسئله های علم هیئت، هندسه و نجوم دو اثری مشهور دارد. یکی از این اثرها در سال 1024 در غزنین به زبان عربی تعریف یافته به ریحانه نام دختری الحسن از خاندان خوارزمشاهی بخشیده شده است. دیگری القانون المسعودی فی الهیئه و النجوم می باشد که مؤلف آن را در بین سالهای 1030-1036 به نام سلطان مسعود نوشته است. این اثر در عالم شرق عاید به این ساحه اولین اثر علمی بود که برای ترتیب دادن خریطه های جغرافی همچون دستور خدمت نمود. غیر از تألیفات نامبر شده، بیرونی باز چندین اثر علمی به وجود آورده است، لیکن متاسفانه اکثریت آنها تا دوره ما آمده نرسیدند. عالم سیاح عصر میانگی عرب یاقوت می نویسد که او در یکی از مسجدهای مرو در بین وقفنامه ها رویخطی از 60 صحیفه فراهم آمده اثرهای بیرونی را پیدا نموده است. نامه دانشوران که در میانه های عصر 19 در ایران ترتیب داده شده است، شماره اثرهای باقی مانده او را 27 عدد نشان می دهد. در سالهای آخر از بعضی کتابخانه‌های جهان اثرهای هنوز نامعلومی بیرونی یافت شده‌اند. اهمیت اثرهای بیرونی به غایت بزرگ می باشد. او به واسطه یک قطار تحقیقات و کشفیات خود نه فقط به پیشرفت علم و فن زمانش مساعدت کرد، در عین زمان از سویه دانش آن دوره چنان پیش گذشت که اکثر وقت در اثرهای خود به بعضی دلیل و مدرک‌های فنی امروزه نزدیک می شود. چنانچه نظریه او دایر به تاریخ نمود سطح زمینی لندشافتی پستی شمال هندوستان و عاید به سیر تغییرات جریان دریای امو به این ادعا شهادت می دهد. بیرونی از تعصب دینی و مناسبت دشمنانه نسبت به مدنیت مردم غیر مسلمان تماما دور بود. مثلا همه اثرهای به هندوستان بخشیده او از روح و احساسات عالی احترام به مدنیت بزرگ هند سرشارند. از همین سبب هم بیرونی در هندوستان و پاکستان شهرت و محبوبیت زیادی پیدا کرده است. در نیمه اول عصر 11 تاریخ نویسی هم ترقی کرد. ابو نصر عتبی، یکی از درباریان محمود غزنوی، به نام سلطان تاریخ یمینی نام اثر به زبان عربی تعریف نمود که آن درباره دوره حکمرانی سبکتگین و محمود بسیار معلومات مهمی را در بر گرفته است. یکی از مورخان مشهور دوره غزنویان ابو سعید گردیزی بود.
او در بین سالهای 1048 1052 به زبان تاجیکی کتابی با عنوان زین الاخبار نوشته است. نهایت بزرگترین مورخ دوره غزنویان ابوالفضل بیهقی 995 1077 می باشد. ابوالفضل مدتی 19 سال در دیوان رسائل غزنویان وظیفه منشی را ادا نموده، تقریباً تمام واقعه های مهم آن دوره را با چشم خود دید. پس عبارت از 30 جلد کتابی به زبان تاجیکی تألیف نمود. ولی از این کتابی مهم تاریخی فقط یک چند جلد ناقص و پراکنده باقی مانده است که در شرح احوالات سلطنت و واقعه های دوره سلطان مسعود بوده با نام تاریخ مسعودی یا خود تاریخ بیهقی مشهور است. این جلدها تنها کمترین قسمتی از آن اثری بزرگ تاریخی این مؤلف حساب می شوند. در دولت قرخانی ها علم و فن و ادبیات در این دوره خیلی عقیب می رود. چنانچه که محمد اوفی در تذکره عصر 13 می نویسد از خانهای قرخانی فقط یک قلیچ تمغاج خان به ترقیات علم و ادبیات اندک اهمیت داده است. با وجود این یک چند اثرهایی را که در عصر 11 در ماوراء النهر به میدان آمده اند نام بردن ممکن است. چنانچه تاریخ ملک ترکستانی مجدالدین محمد ابن عدنان و غیره که از آنها بجز بعضی پارچه های جداگانه تا دوره ما چیزی آمدن نرسیده است. به هر حال در این دوره ادبیات تاجیک در ماوراء النهر هم بعضی شاعرانی با استعداد مانند امعقی بخارایی وفاتش سال 1149، سوزنی سمرقندی وفاتش سال 1173، رشیدی سمرقندی و غیره را به کمال رسانید. ولی این شاعران از جهت اهمیت ایجادیات خود با گذشتگانشان برابر شده نمی توانستند. امعق و سوزنی در سبک و تفکری بدیعی از یکدیگر خیلی تفاوت دارند. ایجادیات امعق که شاعری دربار است پر از ظرافت بوده شکل شعری را به اوج تکامل رسانیده است. بی سبب نیست که دانشمندان ادب اشعار او را در دستورنامه های علمی بیان همچون نمونه تقلید و پیروی ذکر کردند. سوزنی برعکس شاعری بیرون از دربار نماینده نظم دایره هنرمندان شهر است. البته گاها به او هم لازم می آمد که برای دریافت معاش قصیده های مدحیه گوید، ولی او بیش از همه با هجویه های خود که با زبانی ساده‌ای به سبک گفتگو نزدیک نوشته شده اند مشهور است. مرام و آهنگ های دموکراتی ایجادیات او را شاعران دوره های بعدینه دوام دادند. شما گفتاری 73 را از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجامپولов خواند. کارگردان شیرعلی نغزلی.